چگونه برای کنترل انزال زودرس از تکنیک شروع توقف استفاده کنیم؟ یادگیری کنترل انزال زودرس بدون استفاده از دارو شامل فهمیدن سیگنال هایی که بدن شما به شما میده. فهمیدن اینکه چه موقع شما در معرض انزال هستید و بتونید از نقطه انزال عقب نشینی کنید که این تکنیک یک تکنیک رایجه. شما با این روش میتونید ارگاسم خودتون رو به تأخیر بندازید. تو مرحله اول از شریک جنسیتون بخواین که آلت تناسلی شما را با دست به آرامی و به صورت رفت و برگشت لمس کنه. از هیچ وسیله‌ای برای ایجاد لغزندگی و رطوبت میان دست و آلت استفاده نکنید. هنگامی که به نقطه‌ای رسیدی که اعتقاد دارید نزدیک به انزالتونه، از شریکتون بخواید که تحریک یا مالیدن رو متوقف کنه. همچنین شما یا شریکتون میتونید انتهای آلت رو بکشید و آن را با کمی فشار نگه دارید مطابق این شکل تا زمانی که احساس انزال عبور کنه. از شریکتون بخواید دوباره تحریک جنسی رو شروع کنه و تکنیک را به صورت دلخواه تکرار کنه تا زمانی که بتونید در این مرحله انزالتون رو کنترل کنید. تو مرحله دوم از شریک جنسی خودتون بخواید که این بار با استفاده از لوبریکانت آلت شما را با دست تحریک کنه. هنگامی که به نقطه‌ای رسیدین که حس می‌کنین نزدیک به انزالتونه، از شریکتون بخواید که تحریک یا مالیدن رو متوقف کنه. همچنین شما یا شریکتون میتونید انتهای آلت رو بکشید. آن را با کمی فشار نگه دارید تا زمانی که احساس انزال عبور کنه. از شریکتون بخواید دوباره تحریک جنسی رو شروع کنه و این تکنیک رو ادامه بدید تا بتونید در این مرحله انزالتون رو کنترل کنید مطابق این شکل. در مرحله سوم از شریک جنسیتون بخواید در این مرحله سکس اورال یا رابطه دهانی رو انجام بده، البته اگه مایل بود، و شروع به تحریک آلت شما در دهان کند. هنگامی که به نقطه رسیدین که اعتقاد دارین نزدیک به انزالتونه، از شریکتون بخواید که تحریک رو متوقف کنه و آلت رو از دهان او خارج کنید. اگر نیاز شما یا شریکتون میتونید انتهای آلت رو بکشید. آن را با کمی فشار نگه دارید تا زمانی که احساس انزال عبور کنه. از شریکتون بخواید دوباره تحریک دهانی رو شروع کنه و این تکنیک رو ادامه بدید تا بتونید در این مرحله انزالتون رو کنترل کنید. دقت کنید تمام این مراحل را زمانی که به نقطه انزال رسیدید باید متوقف کرده و چند دقیقه مکث کنید. هنگامی که احساس انزال را گذراندید می توانید فعالیت جنسی را از سر بگیرید و دیگه احساس نمی کنید که در آستانه اوج و انزال قرار دارید. در مرحله چهارم دراز بکشید و اجازه دهید شریکتان روی آلت شما به حالت نشستن روی زین بنشیند. توجه کنید که دخول نباید صورت بگیرد. از شریکتون بخواید در همان حالت با حرکت دادن واژن بر روی آلت شما تحریک جنسی رو آغاز کنه. مالیدن و تحریک را ادامه دهید. هنگامی به نقطه‌ای رسیدید که اعتقاد دارید نزدیک به انزالتان است، از شریکتان بخواید که تحریک رو متوقف کنه و اگه نیازه از روی شما بلند بشه. اگر نیاز است شما یا شریکتان میتونید انتهای آلت را بکشید. آن را با کمی فشار نگه دارید تا زمانی که احساس انزال عبور کنه. از شریکتون بخواید دوباره مالیدن واژن به آلت رو انجام بدن و این تکنیک رو ادامه بدید تا زمانی که بتونید در این مرحله انزالتون رو کنترل کنید. در مرحله ششم به حالت قبل دراز بکشید و از شریکتون بخواید روی آلت شما بنشینه و به آرامی دخول رو انجام بدید. دقت داشته باشید که شما نباید تحرکی داشته باشید. افسار امور باید به دست شریکتون باشه. از او بخواید که عمل دخول را او مدیریت کند و انجام حرکت با او باشد. زمان نزدیکی را ادامه دهید. هنگامی که به نقطه‌ای رسیدین که اعتقاد داری نزدیک به انزالتونه، از شریکتون بخواید که دخول رو متوقف کنه و اگه نیازه آلت رو خارج کنه. اگر نیازه شما یا شریکتان می توانید انتهای آلت را بکشید. آن را با کمی فشار نگه دارید تا زمانی که احساس انزال عبور کنه. از شریکتون بخواید دوباره عمل دخول را انجام بده و این تکنیک رو ادامه بدید تا زمانی که بتونید در این مرحله انزالتون رو کنترل کنید. و یه نکته‌ای هست، تکنیک شروع توقف یک شکل از کنترل عصبیه. به یاد داشته باشین که تأخیر در زمان انزال ممکنه باعث کاهش یا عدم رضایت شریک زندگی شما بشه. شما اول باید مطمئن بشید که شما و همسرتون قبل از شروع به انجام این کار هر دو خواستار یک چیز هستید.